سلام، خوش اومدید به یک درس گرامری دیگه. توی این ویدیو میخوایم درباره جمع بستن کلمات تو گیلکی صحبت کنیم. برای جمع بستن کلمات به گیلکی در حالت کلی فقط کافیه به انتهای کلمات الف و نون اضافه کنیم. حالا این الف و نون میتونه تو گویش‌های دیگه به صورت‌های واو و نون یا به صورت شان، کان و غیره باشه. به همین خاطر برای اینکه یکم جامع‌تر باشه آموزشمون و بتونیم گویش‌های بیشتری از گیلکی رو پوشش بدیم، 3 شهر رشت، رودستر و چابکستر رو انتخاب کردیم و بر اساس گویش این 3 شهر کلمات رو به گیلکی جمع می‌بندیم. بیاین با مثال جلو بریم. کلمه دار در گیلکی به معنی درخته. جمع این کلمه در گویش رشتی میشه داران. داران. همونطور که مشاهده میکنید با اضافه کردن الف و نون به انتهای واژه تونستیم کلمه دار رو جمع ببندیم. نشانه جمع در شهر رشت و خیلی از مناطق دیگر گیلان الف و نونه. حالا این الف و نون میتونه به صورت آن یا ان در گویش‌های غربی تر باشه. اما در گویش رودستری جمع کلمه دار میشه داران. داران. اینجا به جای الف و نون از واو و نون استفاده کردیم. در واقع نشانی جمع در رودستر و اکثر مناطق شرق گیلان واو و نون می باشد. در گویش چابکستری جمع کلمه دار میشه دارشان. دارشان. به انتهای کلمه شان اضافه شده. نشانه جمع در چابکستر و همینطور مناطق غربی استان مازندران شان یا شن است. یه بار دیگه اون چه که نوشتیم و مرور بکنیم. رشت، داران، رودسر، داران، چابکستر، دارشان. در ویدیوهای آموزشی بعدی بهتون خواهیم گفت که اگر کلمات مختوم به مثبت باشند علامت جمع چه تغییری خواهد کرد. با ما همراه باشید. اگر دوست داشتین این ویدیو لایک کنین و کانال دل بشین و باقی ویدیوهانی نیا بکنین تا یک آموزشی ویدیو. فعلا یا علی.